نمسته. امروز میخوام بهتون یاد بدم چجوری کلاغ یه پا رو انجام بدید. کلاغ یه پا یا اکاپادا باکاسنا یکی از حرکت‌های قدرتیه که شما تمام تمرکزتون باید روی دستتون باشه و روی کف پاهاتون که به سمت بالا میکشید. قبل از اینکه وارد حرکت بشید حتما باید مچتون رو گرم کنید و یه سری از وارماپ هایی که روی مچه رو انجام بدید که توی ویدیوی بعدی حتما بهتون میگم وارماپ هایی که برای گرم کردن مچه. توی حرکت کلاغ یه پا شما قدرتتون نیاز به قدرت دستاتون دارین و همینطور قسمت میانی بدنتون هم باید شما کاملا روش متمرکز بشید و بتونید پاتون رو بکشید به سمت بالا. حالا اگر مبتدی هستید و این انجام این حرکت براتون سخته، از 2 آجر استفاده میکنید. آجرتون رو به اندازه عرض شونه‌تون قرار میدین، دستاتون رو میارین به سمت پشت آجر و انگشتاتون از هم دیگه فاصله داره. سرشونه‌تون رو میارین روی آجر به صورتی که آجرتون حرکت نکنه و ثابت باشه. سرتون بالاه و خیلی آروم پاتون رو میارین روی آرنجتون و اون یکی پا رو میکشین یا خیلی آروم اون پا رو میارین و میتونین به این صورت باهاش بازی کنین. در واقع میتونین از حرکت باکاسنا با اینگیج کردن شکمتون وارد حرکت اکاپادا باکاسنا بشید. من یک بار دیگه این حرکت رو بدون آجرم براتون میرم. دستاتون رو میارید، انگشتاتون از هم فاصله داره، خیلی آروم به سمت پاتون میاین، ببخشید دستتون میاین و پاتون رو میارین روی دستتون و اون پا رو خیلی آروم میکشید و به تنفستون ادامه میدید. امیدوارم که از این قسمت از ویدیو خوشتون اومده باشه.